مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که طی روزهای استراحت در 4 صدمه در راههای جمهوری 4 نفر از جمله یک طفل شیرمک جان باخته، دست کم 2 تن دیگر جراحت برداشتند. از جمله شام 18 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 21:00 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا تقایخانوف سوربون سال تولدش 1992 ساکن نویه یووان هنگام حرکت از نویه به سمت شهر دوشنبه در حدود راه ماشینگرد دهه توچشمه جماعت دیوت دهانه نویه مذکور از روی دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت راست رو برآمده است و به جری 70 متر سرازیر شده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین مسافر اوپل جورخانوف جهانگیر سال تولدش 1997 ساکن یووان جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. شب 19 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 21:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل تحت اداره میرزویف مهردین سال تولدش 1994 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در روی ماشینگرد استرافشان خوجند در حدود نویه سپیدمین از روی دوره واسطه نقلیات نبرآمده راننده تمغه اسکوتر بابویف بویور سال تولدش 1988 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه راننده اسکوتر جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه جان داده است. صبح 20 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 05:45 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندای جلالزاده مولا رحیم سال تولدش 1989 ساکن نویه مشچو هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت دیوت فیض سلطان از روی دوره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار چپ راه برآمده چپ شده است. در نتیجه راننده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بازم صبح 20 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 08:00 دقیقه راننده ماشین تمغه خفه دولتوف سوراب سال تولدش 1998 ساکن نویه حمدانی هنگام حرکت از سمت دهه اوریانا به سمت جماعت دیوت قهرمان نویه مذکور از روی دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد زبانیسوی عبدالنبی سال تولدش 2004 و فرزند خردسالش رجب علی زاده محمد سال تولدش 2023 ساکن امین نویه را پخش نموده است. در نتیجه زبانیسا با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده پسر شیرمکش در بیمارخانه جان داده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این 4 صدمه ادامه دارد. بنا به آخرین امور وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در راههای تاجیکستان در 492 صدمه 193 نفر به هلاکت رسیده 514 نفر دیگر جراحت برداشتند.